خب رضوان‌آباد اون چیزی که شده است اونا مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان نیستن. مردم از نام مردم برآمد میکردن، لیکن اونا یک چیزی جزئی بودن. مردم یگان وای نداره، گناه ندارن مردم بدخشان. من دائما گفتم، امروز هم میگم، هر وقت سفر کردم من تکرار به تکرار میگم، اگر مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان سیاستی پیشرفته رهبری دولت از سالهای 90 دستگیری نمیکردن، ما شما به این روز دوباره نمیرسیدیم. اونا یک گروه کوچک بودن جنایتکارا، اونا چه که نامبر کرده شما. همین هم من کوشش کردم، پس 30 سال مردم گناه نداشت. ما هیچ وقت میره باید دائما من میگم که در یک شهر خارق قریب 30,000 اهالی زندگی میکنه. و ببینید چند نفری که وای کردن شمارش انگشت شمار است. اونا از نام مردم فقط سوء استفاده میکردن. اونا مردم بدخشان وای نمیکنن. سیمای مردم بدخشان نبودن نیستن. همین چیزا ما باید جدا کنیم دائما در مناسبت ما باید جدا کنیم. من شخصا همین خیلی جدا میکنم. مردم کوهستان تاجیکستان همین کوهستانی هستیم. 93% تاجیکستان کوه است. اصلا بسیار وای هم احساساتی است، هم دلهای پاک دارن. چه که باشن بگویم دلشان پاک است. زیاده از 15 مراتبه من اونا رو عفو کردم. کوشش کردم که برای فقط تربیه کردن بعد گرداندن راه آسایشته اونا رو به حیات زندگی مقرری برگردانیم. 30 سال 3-4 هزار مهمات جنگی گرفتگی ما ساختارهای نظامی در همین 30 سال 3-4 هزار. خب این دیروز نشان دادگی یک از نوع که خبیر فطیر یک چیز آخرانش است. وقتی که کارهای آخران کردن ما معلومات رو داشتیم، اینها را لجانشان خواجه های خارجی به دست گرفت. در یک مهلت کوتاه 26 میلیون سومانی مبلغ‌زاریشان کردن. 26 میلیون همین گروه و رهبریشان میکردن از خارجه. همون حزب تروریستی نهضت اسلام و خواجگانش. همون هدف مقصد تبادلات وای کردن. شما شاهد که ما اول همه مناقضی تا حد امکان یک هفته زیاد راه محکم بود. یک هفته زیاد راه بین المللی از دو قسمت. اینا کدام اساسی قانون قضیه؟ اینا نه کنستیتوسیا نه یگان قانونهای عمل کننده و اینا روشانه وای کردن. یعنی 220,000 مردم در ایزولیاسیون بودن. یک هفته پس در شهر خاروخ میباشد نرخ نوا در بازار در مغازه آسمان میره. میدونی که اکثرا محصول از کجا میره؟ بارا از قسمتی جنوب وارد شد. همون دم من تا حد امکان روان کردم. گفت و شنید درشان خدا شاهد هستی. رئیس ناحیه را لغو کردن. معاون رئیس ناحیه میباشد زنی تاجیک دختری تاجیک زدن مشکتی. آیا مرد به زن مش میبردارد؟ دیگر معاونا را وای کردن. و ببینید وقتی که کلان و گذاشتن در تیرپاران کرد 13 نفر کارمندان امنیت رو یارادار کردن. یک کس تلف شد. دیگر علاج دیگر نبود. ما میدونستیم که همین چیزا اونا یراق اصلا همه این چیزا رو ماستا رو میترکاندن در روشان کپروکا رو میترکاندن. من امر دادم که بینه تو حد امکان یراق به دستا را بیزرر گرد یا که با دستگیر کنید. و اونم حالی بخیر. چی که شهر خارد دیده که ما عملیات حربی نماندم گذراندن. نماندم. همش برای بسیار کسبیتی بلند. چی که فونکسیا و وظیفه دولت است. تأمین امنیت شهروندان، تأمین امنیت ملی، تأمین امنیت دولت. این فونکسیا و وظیفه دولت است و رهبری دولت. نه کسی دیگر. 30 سال این به آخر نمیشه. دیر میشه دیگر. دیر. طلبات و کارهای اونو دیگر بود.